هر چقدر میفتی دنبال اینکه کارهای آخرتت رو درست کنی و رابطت رو با خدا بهتر بکنی، به همون میزان زندگیت آسون‌تر و قشنگتر میشه و دنیا میاد سمت تو، نه که لازم باشه تو بری دنبالش. حالا چرا اینو اینقدر دارم تکرار میکنم؟ حالا از درباره زندگی آسون خیلی صحبت کردم، به خاطر اینه که بچه‌ها ما باید این روش هم تست کنیم. آقا جان ما اصلا نیومدیم اینجا که سختی‌های الکی بکشیم. اگه هم قرار فشاری بهمون وارد بشه فقط به خاطر اینه که تهش قراره به خدا نزدیک‌تر بشیم. پس سختی‌های زندگی یه هدف بیشتر ندارن و اونم اینه که تو رو به خدا نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکترت کنن. وگرنه چرا آدم باید اصلا سختی بکشه؟ داداش اصلا قرار نبوده ما تو دنیا زندگی بکنیم، قرار بوده یه جایی مثل بهشت باشیم و بهشت خدا برای ما آفریده، جایی که هیچ سختی توش وجود نداره. بریم دنبال خدا. یک بار هم شده آقا به حرف هر نرقمه تو این دنیا و زندگی گوش کردیم غیر از اون کسی که ما رو آفریده، یه بارم بهش گوش بدیم، بریم دنبال اینکه رابطمون رو باهاش بهتر کنیم. اون وقت میبینیم به چشم خودمون که چجوری خدا اوضاع زندگیمون رو رو به راه درست میکنه.